آدمی که همین دنیا فرزند نمی‌یابد، همین آخرت به چخیل میشد. همین خدا یگان وقتی که میگه آدم میمیره در این دنیا، فرزنداش دعا میکند، بیان میکند، فاتحه میکند، میگه آدمایی که وحشی همین دنیا خدا نصیب نکرده باشه، همین آدما چخیل میشد آخرت به. کدام آدمی که در این دنیا فرزنددار نشود، حالا که وی میخواهد که فرزنددار شود، دعا میکند، دعوتاز میکند، کوشش میکند که فرزنددار شد، ولی الله تعالی برایش فرزند نمیدهد، این نسبت او مصیبت است. یعنی او گویا که همه چی دارد غیر فرزند. فرزند نعمت است، از همین نعمت او محروم شده است. و یجعل من یشاء عقیما، الله تعالی کسی را خواهد عقیم میگرداند، یعنی بی فرزند میگرداند. این آدم از الله تعالی بسیار دعا کرده بود که برایش فرزند دهد، الله تعالی نداد. بر عوض یعنی همین دعاهای اجابت نشده اش، روز قیامت الله تعالی برایش مکافات میدهد. خاصتا اگر برای بی فرزندی صبر کند. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله تعالی اجر صبر کننده ها را به حساب میدهد. و بعد این نیکی آدمی که فرزند دارد، معنای این ندارد که او نعمتی پر را داده شده است. گاه فرزند برای آدم نه نعمت بلکه بلا میشد اگر اون فرزند صالح نباشد. و انسان با فرزندانش به بلاها گرفتار میشد اگر صالح باشد. بیمار شود غم میخورید، زندان شود غم میخورید، غریب شود غم میخورید. خواطر دائما از فرزندان خواطر چیکار کرده باشد، آمده باشد به خانه، خواب کرده باشد، حالا گناه نکرده ایستاده باشد، عین حال در خانهش همیشه از فرزند خواطر. یعنی فرزند هم نعمتی مطلق نه، اگر صالح باشد و دیندار باشد بله خوب است. بنابراین دعاهای پیغمبرها دعاهای بود که قیدی ذریتا صالحه میگفتن، برای ما فرزند صالح عطا بین ما. صالحش هم به هر حال ابتلا هست، بلا هست. بنابراین الله تعالی گفت که از فرزنداتان و زنهاتان دشمنان شما هست. یعنی با فکر نکند که این فرزند دارم بعد آنها در حق من دعا میکند. فرزند فقط برای این نیست، بله خوب است این، اگر فرزند صالح باشد و بعد وفات پدر و مادرش دعا کند خوب است، لیکن به اون دعای فرزندا تکیه نکنید. او شیخ سعدی میگن که یگان کس پشت خودش را مانند ناخن خودش خوب نمیخورد. دیگه کس میخورد پشتونه جانتان آرام نمیگیرد تا به همین ناخن خودتان نخورید. با امیدی دعای زن و فرزندای دیگران نشوید. هر کس برای آخرت خودش کار کند. لیکن به هر حال کسی فرزنددار نشود در دنیا، الله تعالی این کمبودیش روزی قیامت جبر میکند، پره میکند. بله.